Hamdurran aziz izləyirimiz 26 noyabr 2024 قرار داریم در وحدت شهر وحدت دهه حقیقت زمین های خواجگی دیقانی اکی قربان علی نمین کس اکی قربان علی سلام علیکم. سلام علیکم. این همش پاولونی های فروشی؟ بله فروشی همش فروشی؟ فروشی کدام سورت است؟ کدام نوع است؟ نوی FTU نوی M1 با کمتر شانتون داریم. FTM1 شانتون. شانتون 700 دونه من کمتر. سپیشالیستی پاولونی اوقونه هستم شما گپ زنید. کدام همین زنبوری اصل بسیار اصل میتید؟ زنبوری اصل M1 هم برای ساختمانی میشد هم از یکم سال گلی نغز میتید یک 40-45 روز تا 2 ماه گلش نغز میگیرد همون M1 اصلی نغز میگیرید. زنبور میچسبد همینه؟ بله زنبور هم خیلی میچسبد هم خیلی درونی همینا از اول بهار گل نکرده زنبور رو رازوید که کده میگردد. بعد خدا خواه اولی بهار گلای شروع میکنه معمولا بعد اصل پروارا M1 ش میگیرد. اصل پرورده M1 در کار. اینش نیهولوی پاولونی چند ساله اینو؟ اینا خدا خواه ماه فوریه 2 سال پورا میشه. ماه فوریه 2 سال میشه. یک سالش 5 متر. تو هم کجش خودش معلوم تا اونجا یک سال و یک دیم سال. این چند متر حوزه 2 سالگیش بود؟ 8-9 متر بوده است. دیگه قدمون نرسید یکم پریپاسابلی هم نکردیم تا همونجا قدمون رسید زدیم دیگه زدن نتونستیم. باز همینا اگر زنید بو بلند میشد؟ چند قی زده تا نیت اگر علاجش بود 10-15-20 متر زدن که اینا بالا برآمده رفتن میگه. راست رفتن. و شمال ده نمیشکنه؟ اكو شمال ده اكو نمیدونم شمال اینجا با شمال کم و طرفای ما طرفای همون مسکین آباد و فیض آباد هم این طرفا تا همین چند متر مون زنیم توزه کنیم و بعد دیگر نزنیم فکر شما با؟ من 15 متر اگر زند یا 12 متر زند اگر 4 تا 3 تا استوال 4 متر میشد. اگر 15 متر زند 3 تا استوال 5 متری تخته میشد ان شاء الله خدا خواهد. در چند سالگیش؟ اكو یکم سال اینا 7 سال بعد تیار میشد. یکم مرتبه؟ یکم مرتبه بعد از وای ریشش که باقات هست کو بعد هر 5 سال بعد تیار شدن هر 5 سال بعد یعنی که هر 5 سال بعد میبرید و از نو بو میبرید؟ میبرید با یک تا میمونید گیداش قطعی میبرید یک تاش میمونید. تکرار میکنم دویم در نورم که نشود که خلق بسیار همین کار دو بعد پگو تخته نشود. نه ان شاء الله میشه چون که من قطعی یک برادرم ازبکستان رفتم تختهاش دیدم از وای تخته خان تخته کرده است استال کرده است میبل کرده است همینا ما استراپیل هم میشد میچردک با میشد یا نمیشد؟ میشد همون استراپیل میشد اگر فورت میبل نمیکنید اپلیکاش از کو دروسینا بولوش همش از یگم سنا گذارند اپلیکا کرده میبلشکا میگیرد با این 22% که روغن که داره چسبیش سازد برای همین تخته سخت است بگم. نه تخته اكو آب نمیگذارد لیکن سبک است. سبک است؟ سخت نیست سبک است و آب نمیگذارد تخته. بید از همینجا من همون پاولونه نزدیک میبیرم انا. چند دونه پاولونه فروشی دارید؟ بید نزدیک تر آیم خیلی. بوده که یک 7-8 هزار دونه؟ همدوران عزیز این نهایت پاولونی های بخبت بوده است. M1 FT با کیمچی سورتی دیگه گفتن. اکایی که قربان علی ما بگوید که اینو چند پولی میشتن باید؟ اینا اکو از چند تا چند یا که یک نرخ؟ نه اکو هر خیل نرخش یک خیلوش منه خودش لو بودگی 2 متر 3 متر شدگی 1 متر هم هست اینا نرخش کمتر پستر مثال 15 سوم 20 سوم وای بلندش من 6 متر 4 5 6 متر شدگی وای با 5 سوم 10 سوم قیمتتر همیشه حساب. شما کنه نشون دید وقتی خریدار اومد شما یک لخ میتید هم که سیلیکون دراز میتید یا که بریده میتید یا که دیلش چیز خیلی خواهد؟ نه اكو یک خیلو شابلون میتید میگه که من با 4 مترش 4 مترش کم نباشد میگه چو میزنیم 4 متر 4 نیم 5 متر میتیم یک خیلش گوید که من از یک لو میگیرم کوتاه سودا کنم کوتاه با یک خیل چی هست که کلینت هست که اگه من با 2 متر 3 مترش باشه شد همون با نگاه کرده شما با معامله میکنیم ده معامله سوال با ما انیختر میکنم وقتی فروختن در قطعی چوش سیلیکون میبرد خریدار یا که برای قلای شده بردنش بریده میگوید؟ اگر برید چند قمی برید؟ اگر همین خریدار وای همین سودا کرد وای چوش از همون خواهد راهش نزدیک باشد در روزش خطی برد
بسیار من چوره رفته دید که وایسالا چوه اگر اصلا اینا تکنیک سیز کرده ریشش میکرد که بسیارش هم همین ریشش هم میبرد چوش بریده پارده همینجا هیزم میشه بسیار کنی مثال میگیریم همینه burada شینوند همین sol. Bana yakta ince bir dakika. İne in meydanişon tiyet. برای تکنیک سریسکا burada شینوند bahor چند متر مدام برات کدام وقت ما من همین کوچون نمیگویم کوچونده دادیم کاملا بالانتر کرده میبریم شما بالانتر کرده میبرید بالانتر کرده بریده میتیم و یک از برده میکرد از زمینش ممکن با کاملا بالان میشه موندگیش بعد در خونش میبرد ما کاملا بالانتر کرده میبریم یا 30 سانتی متر کرده میبریم وای ایروی زمین چند مونده برات همین زمین با کاری چند کی موند برابر زمین میبرد یا 2 سانتی متر 3 سانتی متر موند میشه نباشم برابر زمین بریدن گیرد و اینجا یک روی زمین خطی میبرد یک چیز است که مابین استاد مابین افتبا مابین این چشم و این چشمش 10-15 سانتی متر فرق دارد علاجش باشه من این چشمایا از تک زمین مونده ببرد ای بولش بردن در کار که این برای یک شو ای اینجاش میبرد با این بالا میمونه که این دور با خلاصی گپ که شما همون آدمی که خریداری میبینید همه این رو یاد میتید همش یاد میتیم با تو یکم حاصل گرفتن کنسولتاش به پول در کارش رفته زمیناش هم دیدم می کدام خواهد که 2-3 هزار شینونت شما همونجا بریگادیر شده میتونید خونه هوای با بوق هوای با اگر 2-3 هزار گیرد اگر همون ما تو شدنش فرمانده تی 1 سال 2 سال گرد ما رفته فرمانده میتیم که کب اكو اصولش هم شرطنامه‌ای که وای طرف ما با راهش دور باشد راهگیرا یا یکم چی دادن در که ما رفته باید دیده سنتی را خواهی فهمو اینا برای تخته کردن چند با چند شنوندن در کار اگر 3 با 3 کارات نرمال نه 3 با 3 نه تو ناز میشه اگر زمینش کلانی بعد شروع باشد 3.5 با 3.5 کارات درست اکن در یک لب یک جوبار با کارات اگر تو غیر یک قطار کارات اگر 2 متر با کارات میشد میشود یک اگر رنگی باغ کارات اگر 3 با 3 3.5 با 3.5 کارات شروع میشه اکن گوید که این سوالا بسیار میبید نه شور زمین ده میشود یا نه شور زمین هم خاکش همون اینستی خاکشناسی برده یک بار پرکه میکنیم خاکش بسیار نمکش بلند باشد هم نمیشد هم بلند باشد نمیشد وای فایز دارد 45 30 35 فایز باشد میشد مثال بعد آب داشته باشد آب نداشته باشد شیوار زمین ده چه شیواری بطلاق زمین ده بطلاق زمین با نمیشد همین پس این آب برآمده شد نمیشد اگر همون شوار زمین با وابشه زمین لعلمی با چیه لعلمی با آب تاند که همون صاحبش قطرگی می یا یکم شلنگی می آب برات میشه خیلی اگر آب نباشد نمیشود به آب ریسکوات هم نکنه یکم کس برگ این رو مول کدام وقت میخورد یا خیلی مولا هست که اینا تراتر نغز میخورد کدام مولا همین مولای خونگی گوسپند و گاو نغز میخورد اینا 22% که روان که دارد گاو و گوسپند فربه میکنند بعد من وقتی گفته است که ولی ما 1 کیلو برگش برابر 1 کیلو جواس میگد اكو ما باید نمیدونم من فقط خوندگی همیرا انا بعد یک گاو تراتر خوردن نمیده کماکان سالقینی به قاق میکنه کماکان آبش نماش که گیرد بعد نغز میخورد با اینا این گاو و گوسپند فربه میکنند اینا چون که اینا 22% روان کماکان کار کنه درون همین باکوست است همینطور برگاش کندن گیرد کو دستاتون همش ماسک رنگی همین استای ماشین است کو همیشه همش روغنی میشد اینا چون که روغن اگه دولت‌های پیشرفته از اینا پارفیومری هر چیزی تیار میکنند اكون خب آیا چی دارد اكون بعد اینا بعد 90 سال یک عصر عمر دارد یک جا با کردن در کار که یکم انشاءات نیاد آینده با یکم ساختمان نیاد که ساختمان که اومد با یک کوچاندن در کار یک جا کارد که همین یک 50 ساله 60 ساله با یکم ساختمان نشود و یک 90 یک عصر عمر دارد یکم بار 7 سال با برید یک مثال یک تخته تیار بعد از وای هر 5 سال با بریدن در کار یک خیلی بزرگ میکرد استاد بعد از یک 5-6 میگه که اکا نشدیه سه قدرش بالا نشدیه سه نه اینا برده کاریدن پس اینا نگابین کردن که یکم دیم سال وقتی یکم کردید ما حتما 2-3 کیلو تگاش به بیوگاموس دادن حتما یک 50-60 گرم نیتراموفوس ارلش کردن بیوگاموس نداشتگی آدمو چیکار کنه بیوگاموس که نداره شاید نیست که بیوگاموس خرد هم پروبای کو نداشته باشد پروبای کو نه همون اندازه که تر نه کنه پارو باشد اندازه نیتراموفوس اندازه بالاش با کم که خاک پاتت با بالای خاک با کارد آب نغز میبیند آب نغز میبیند بعد
همون یکم سال مثال اینا 6 ماه با 6-7 متر کشید اینا برای وای 6-7 متر کشیدن هر ماه اول یکم بار 50 گرمی مچوین دوم بار 150 گرمی سوم بار مثال 200 گرمی همین خیلی هر ماه کربامید دادن کار آزاد دادن کار بعد نیترامافوس دادن کار بعد وقتی که سنتیابر میشه وقتی خواب میره کو درخت از اون پیش 300 گرم 400 گرم یکم سال گفتم بعد 3 لیتر دادن کار بعد اگر تون قدرتش داشت با همین 2 کیلویی بیوگام پخته ایتش پیوال کردن ماند هم اگر پتون معقولو همون در سنتیابر 3 لیتر معقول نیست برای چی که تیرما آزادی عموما در درخت در کار نیست ما همین سال دادیم و آگوست بعد دادیم ما آگوست ممکن سنتیابر اکتبر 3 لیتر ممکن است و الان خوب رفتنش در کار وای الان که نشو نمو باید ایستاد خوب رود خنکی میبیاد خیلی که استاد من همین 3 لیتر را کو 3 لیتر بالای برف هم تیر میشه لیکن مچوینا از 15-18 گراد گرم باشه بعد میتید مچوینا این 3 لیتر هر وقت هم تیر میشه من همدیگران عزیز حرکت کردیم همه سوال هایی که ما در دوام حیات در دوام گروه انگور و باغ تکرار میشد همون سوالات دادم اگه شما توصیه میتید که همینو پرورش کنن حتما پرورش کردن نکنید لوبای آدم اگر زمینش با 20 تا درخت 10 تا درخت اونجا دادم کارات همون آیندهش برای فرزنداش یک استرای ماتریال میشه یک ساختمان اینا اگر همین 4 متر کنیم و دیگر بالوش توزیع نکنیم این آرایشی میشه ده 4-5 متر که زدید دیگه توزیع نمیکنه خودش میپرتید یک باشد گلی خشو میشد بعد در سایش تا تیرامای میشنید سایه خشو دارد غاز اینا حاضر دکابر شده است ولی نپرتید برگوشه برای چی میدونید چی نخالی خونی که ناز نشده است آزاد بسیار پرتید الان 3 لیتر گفتگی تو پرتیدگی برای هوای ممکن لیکن ولیم وای دارد ولیم نشون نمو دارد انا هم دیوران عزیز حرکت کردم همه سوالا رو تیم که شما عذاب نکشید تلفنی اگه قربان علی بولوش میمونم شما که پاولون کدنی باشد مرحمت مراجعت کنید پاولونکم بسیار اکلی شیر اکه قربان علی اکه شیرالی بسیار شده رفته است خیر خدا همین تاجیکستان آباد کنه منم خیلی اکه قربان علی سالی گذاشتم فروخته یک 10,000 دونه نه سالی گذاشته کمتر داشتیم ما یک خودتون آماده بودید که 5,000 تا هم خیلی داشتیم ما فروخته درف فروختیم هم دیوران عزیز در پناه خدا باشید با گروه انگور و باغ باشید خیلی معقول شده باشد اگه اون گپتون رو نویسید گپی نقص نیست فقط رحمت